الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از ابو جری جابر ابن سلیم حضرت امام ابو داود در سنن خیش حدیثی را روایت میکند. این ابو جری صحابی پیامبر است، نامش جابر ابن سلیم است، اما با همین تخلص ابو جری معروف تر است. میگه دخلت على النبی صلی الله علیه و سلم بمکه. نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه اومدم. فرأیت رجلا یصدر الناس عن رأیه ما یقول شیئا الا صدر عنه. یک مردی را دیدم، میگه حضرت نمیشناخته است. این آدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم نمیشناخته است. میگه اومدم دیدم یک کس همین هر سخنی که از دهنش میبروید فی الحال مسلمانا از پی انجام دادنش میکوشند، ولی گپ تا آخر نرسونده الکی شتابان در پی اجرا کردنش میشوند. تعجب کردم که میگه هیچ پادشاهی را با این دقت کارش انجام نمیتن، هیچ ظالمی را گپ شیخ گوش نمیتونن. این کی باشه؟ یک آدم قطاری و عادی است. من میگه سوال کردم، من هادا این کی است؟ گفتم میگه یک شخص در پالوش تقریبا گشت گفت هادا رسول الله صلی الله علیه و سلم. او خانواده مردم ایجا نیستی چی بالو؟ حضرت نمیشناسی؟ اوی پیغمبر خدا حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اکنون من میگه به سراغ حضرت اومدم، میگه نزدش آمدم، گفتم علیک السلام یا رسول الله. هیچ جواب نگفت. باری دیگه باز میگه مراجعت کردم، علیک السلام یا رسول الله. حضرت میگه گشت گفت لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیت المیت. مردی خوب گفت علیک السلام نگو، مرده را علیه السلام میگن. وی تحیه مرده های قل السلام علیکم، بگو السلام علیکم. همین بچه ها یوش تعلیم بتین ویا مدعک بتین بخلو قسم مسافدو تعلیم رو میدادن. اگر یک جای غلط میکردیم اصلاح رو میکردن، یا به ادبی میکردیم گوشمون رو میکپیدن، یا 180 گراد استو میدادن. چی درد ما رسیده است؟ نه دیگه پروای فرزنده و نبیروی خدمت داریم، نه از مردم. در دهن در مسجد کودکو بجین زده استیم پول قطعی. یک مسافر اقلا نصیحت چونه میکنه که بچم این حرامه، این کورا نکنه. دیگه کودکو این مسافر دارم نمیترسن، پرو ندارن. همین وقتی با خاطر خدا سخن نگفتید دیگه هیچ که پسندت نمیکنه از برای خدا. میره ببینه حضرت نصیحتش کرد که علیک السلام نگو، السلام علیکم بگو. زنده ها را السلام علیکم میگن. همین کودککو فرزندای ما و شما هم تعلیم شو بتید. ولی عادت شده السلام علیکم و همین سلام مرد. حضرت گفت که همین اهل کتاب وقتی که شما را سلام دادن شما و علیک خالی بگین. برای بدبخت ها سلام نمیگن، سوم میگن. ای سوم مرگای درست نیست. تعلیم بتین کودک را که میشناسی کسی را نمیشناسی، ایمی خودت کلونای خوردای همه دید آدم مسلمان بگو السلام علیکم. حضرت سوال کردن که یا رسول الله ای الاسلام خیر، ای العمل فی الاسلام خیر. ای حبیب خدا گفتم کدام کار در اسلام از همه بهتر و خوبتر است؟ حضرت گفت تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. بهترین عمل در دین مبین اسلام طعام دادن و سلام عرض کردن است به هر کسی که میشناسی و نمیشناسی. شرط نیست او را بشناسی. همین سلام میگن مغنی شد. یا آدم ناشناس همین السلام علیکم بگد باور که الان همین ستارهش در چشمت گرم میشود. اینم یک وسیله که مسلمان با مسلمان محبت داره، همین سلام است. اگر همین از بین مبره و وای بحال داره، این سلام نام از نامای پروردگار است. سلام و در بین مردم فاشیده است
اینا باید هرگز ترک نکنیم، تعلیم بتیم مردمان. حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت میکنه دبت الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. بالای شما را هم آهسته آهسته همین دردهای بی‌دوای قوم‌های پیشین سرایت میکنه. بالای شما را میآید. او دردها چی هست؟ حسد و بغض و کینه. حالا شده است. یعنی حسد بری و یا نامعقولی های است. به خاطر همین دنیای پدرانه چیده یک خیانت های میکنه که خدا خودش پناه بده. حضرت گفت هی الحالقه. همین حسد بغض و کینه تراشنده است. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. من نمیگم میگه این مو می تراشه، نه این دین انسان می تراشه. دین از ریشه و بونش بر میکنه میبره. ببین والذی نفس محمد بیده لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست. تا زمانی که ایمان نیاره داخل جنت نمیشوه و هرگز ایمان نمیاره تا زمانی که همدیگر را دوست نداره، به همدیگر محبت نداشته باشه، به همدیگر خیانت نکنه. حضرت گفت افلا انبئکم بما یثبت ذلکم لکم. میخواه شما را چیز تعلیم بدم که اگر همو را عملی کنه انشالله آنمی بغض کینه بین تو دور میشود، بین تو محبت برقرار میشود. افشو سلام بینکم. آنمی سلام در بین تو فاش کنید. حضرت صلی الله علیه و سلم صحابه را تعلیم میداد طریقه سلام داشتن. برای اون که کودک یاد بگیره کلانو باید اون کودک سلام بدن. انس ابن مالک میگه همین آرزو میکردیم که پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت سلام کنیم اسپید نمیکردیم. همین میدیدیم میگفت السلام علیکم. یرا ببینید همین که تو سلام دادی همون کودک هم ذوقمند میشوه، همین کار در بین زنده میشوه. اگه قشلاق دا الحمدلله یک کمی موند است که ای خود کلان سلام میتن در شهر تو نشناسه یک کسی سلام نمیتن. میگه گفتم انت رسول الله، تو پیغمبر خدا هستی؟ وقتی گفت که السلام علیکم بگو، اگه من سراغش اومدم میگه سوالش کردم که اون تو پیغمبر خدا هستی؟ خداوند تو را با پیغمبری مبعوث کرده است. حضرت گفت انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته کشفه عنك. بله گفت من پیغمبر الله هستم. الله که وقتی در سرت یک بلا و آفات اومد با همون پروردگار بزرگ مراجعت بکنی که خداوند انا همون مشکلی تو را آسان نگرداند. من پیغمبر خدای هستم. چه تعریف نداره که من حبیب الله هستم. یک خدای بزرگ اگر چنده از روی تاریخ از همه آخر مرا مبعوث کرده است، فرد روز قیامت اول شده مبعوث میشم. تمام پیغمبرها در زیر پرچمم قامت راست میکنن. چه تعریف نکرد. الله صفت کرده است. من میگه پیغمبر اما الله هستم که وقتی در سر یا مشکلی و یا بلا اومد با همون پروردگار بزرگ وقتی مراجعت میکنی خداوند همون مشکلی تو را آسان میگردونه. یعنی بلا در سر اومد است، مسکه میکویم، نمیدونم آرد بخریم، روغن میخریم، آخی بشاو بخی نمازی تهجد بخون پیش پروردگار دعا کن که خدایا همین بلا و آفات ایسری بنده ها دور کن. او خدای بزرگی که همین بلا را فرستاده است، آخی همون شفاش هم در دست الله های خودش نیست نابودش میکنه. ای دست این مخلوق هایش کار نمی آید. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه بطه در مغ در بروی از جهان بسته بود، بطه را به خدمت میان بسته بود. یک مغ میگه یک بت پرست از تمام تنعم دنیا رو تفته است، در یک بت خانه فقط همین بت پرستی میکنه، هیچ کار دیگه نداره غیر همین بت پرستی. پس از چند سال آن نکوهیده کش خضا حالت صعبش آورد پیش. قدرت پروردگار یک پرابلم وزبینه در بلوش بار میشوه
یا وقت یا مشکلی در گرفتار می شود با پای بتندر به امید خیر بغلطید بیچاره بر خاک دیر که وا مانده ام دست گیره سنم با جان آمدم رحم کن بر تنم در پیش همو به تعظیم کرد سرش در سجده گذاشت که به تیم مقدس اکه مقصد همین وقت را عبادت کردم امروز نوبتی دستگیری کرد همین مشکلی را ایسرم دور بگردم که دیگه به جان آمدم بذاری در خدمتش بارها که هیچش به سامان نشد کارها هر قدر گریه و نوله کرد آخه ای دست یک بتی خانه سوخته شاید ای سنگ باشه شاید ای چوب باشه چی میایه آخه حضرت میگه بتی چون برارد مهماتی کس که نتواند از خیش راندن مگس آخه اون پشه را ای خودش دور کرده نمیتونه زاغ زغن میاد در بالای سرش میرینن چه شفاعت کرده نمیتونه ای کجا مشکلی آدم او حل میکنه برا شفت که ای پایبندی زلال و باطل پرستیدم چند سال مهمه که در پیش دارم برار وگر نبی خواهم زی پروردگار اخیر که زلشید خونت بسوزه گفت با در پیش تیخ قربانی ها کردم این وقت مصرف کردم آخه اگر به شرط همین مشکلی برای که حل نکنی رو درگور به الله مراجعت میکنم به خدای مسلمانان مراجعت میکنم این کثافت هیچی نبوده کنم هنوز از بطالوده رویش به خاک که کامش برآورد یزدان پاک اولی سر ای سجده نبرداشته است مشکلش همش نیست همین نام الله اگرید همون لحظه میگه مشکل همه نبود چی حقایق شناس در آن خیره شد سری وقت صافی برو تیره شد همسایش یک شیخ بدست یک شیخ مسلمان کردی در تعجب ما پس این کار که سرگشته پیر ناقص مقصد یک بدبختی مقصد هیکل پرست هنوزش سر از خمری بدخانه مست دل از کفر دست از خیانت نشست خدایش برآورد کامی که جست اوی لعنتی ولی اسلام قبول نکرده ولی همون بطور تعظیم میکنه اوی ای خیانت ولی دستش نشست است پروردگار چه مشکلایی را حی به یک لحظه حل کرد مسلمانی بیچاره ممبر ای گریه و زوره را به یک مشکل کارش بود میشود این خونه سوخته به هم یک گرفتن نام الله پروردگار همه مشکلش حل کرد فرو رفته خاطر بر این مشکلش که آواز آمد به گوش دلش در همین فکر قوتور است که یک صدای در گوشش آمد یک آواز غیبی که پیش صنم پیری ناقص عقل بس ای گفت قولش نیامد قبول در از درگه ما شود نیز رد پس آنگه چی فرق از صنم تا صنم دو همین بنده ما هیوخی روش در گور با او در پیش یک بد تعظیم میکنه ای همون یک بد سنگی ایقد زوره کرده ایقد مناجات کرده خواهش خواست کارش بود نشید آخه نامی مرا گرفت اگر من که مشکلی را حل نکنم پس چی فرق بمونه حضرت گفت دلم در صمد باید دوست بست که عاجزترند از صنم هر کی هست انا به دل به صمد بستن در کار اجنه دارم این بچه خیطوی در وکسینش همه برورم او شد درگور همون ظلم و بدبخت خچو بسر خچو وردیم اگه جا بیارم اگر همون در هم خیطوی هم که ما بودو وکسینش اگر کسی اختراع کرد و یکی بدونه که الله با جان همین بنده ها رحم کرده همون را پیدا کرد ولی با فکر که همون زورش اومده است همون روایات میگن که 20 میلیون خیطوی اسلام قبول کرده است و آخه جانت که در کرد بعد به خدا مراجعت میکنی اگر حقیقتا همون کافران هم که پروردگار گفتن باشن ای خدا جان بداد بمبر است پروردگار بزرگ البته مشکلشون آسان میگردونه من گفت پیغمبر الله هستم که وقتی یه مشکل به سرت میآید دعا که کردی پروردگار میگه مشکل تو آسان میگردونه و این اصابک عام سنة فدعوته انبته لک اگر ما بودا یگان سال خشکسالی شود گشنگی و قحطی بیاید پیش هم پروردگار دعا که خداوند میبینه که با باران رحمت شد با همون حاصل از زمین میبروید و مقصد ترک گشنه و تشنه نمیمونه عجیب نومردی به غیرت شدگی اینده بچه چی میشیده باشه این همی
همین وهیمه اولی مردم گرفته است که 20 خالتا و 30 خالتا ارد میخرن همین تو آینده را چی میدونی؟ تو گذشته تا ببین یکم وقتش نبودی. خدای بزرگ یکم وقتش نبونده. آینده او در حکم پروردگار آینده را فقط الله میدونه. توکل تا به خدا که این وهیمت لغت نکنه. خدای نکرده اگر قحطی و گشنگی بیاد دیگه 20 خالتا و 30 خالتا قطیرم خلاص نمیشه. لازم نیست همین پنیک و وهیمه. ای او خدایی که بنده را خلق کرده است رزق و روزیش هم خلق کرده گیه. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. در روی زمین یگان جنبنده ای نیست که رزق و روزیش پروردگاری بزرگ مهیا نکنه. این ترس وهیمه اججام را گرفته است از برای خدا. آدم خیلی بغیرت نمیشوه. پیش پروردگار دعا که تضرع که خدای قحطی را نیار، گشنگی را نیار. همین اشیایی را که مورد مصرف اول درجه هستن پروردگار را قیمتش نکرد. و تاجرها انصاف بده که به انصافی نکنن. مردم ایماناشون از زیاد که در ترس تعلقه نغلطن. همون خدایی که خلق کرده است آخر رزق روزی مونه همون فراهم میاره. حضرت مولوی قصه میکنه میگه یک جزیره سبز هستند در جهان. اندرو گاو است تنها خشدهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب تا شود زفت عظیم منتخب. در یک جزیره کلان یک گاو بوده است همگی. علف خشرو میشیده است. این گاو هم گاو خشخراک. همین یک روزده ای سحر تا بگه تمام علف جزیره را میچریده است. فربه تازه خشرو بشیده است. شب ز اندیشه که فردا چی خورم گردد چون تاری مو لاغر زیغم. در همین یک شب تا سحر بچه همه را چریدم پدر چی میخورده باشم با همه همون روغن و بیلا که چیز جمع کرده است همه شبای میته با هم به شکل اوله میشود. هیچ نندیشد که چندین سال من میخورم زین سبززار و زین چمن. هیچگاه کم نیامد روزیم چیست این ترس غم دل سوزیم. خانه سوخته گو میگه یک بار فکر نمیکنه که اوخه همین قصر سونم یک وطن دیگه ندارم. همین یک چراگاه یکان روز گشنه نموندم تشنه نموندم. اوی وهیمه و این ترس اگه جا باشد. و حضرت میگه نفس آن گاو است آن دشت این جهان. اما گاو این همی نفسی آدم های او جزیره این همی دنیا. نفس آن گاو است آن دشت این جهان کو همه لاغر شود از خوف نان. سالها خوردی و کم نامد زخور ترک مستقبل کنه ماضی نگر. سالها خوردی و کم نامد زخور ترک مستقبل کنه ماضی نگر. همه قصر سال خوردی تو مستقبل نگاه نکن. این در کامپیتنسی الله داخله. تو گذشته تا نگاه که کی شکمت گشنه مونده بود که اینقدر ترس تعلق را دیده. و اذا كنت بارض قفراء او فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. من گفت پیغمبر الله هستم که اگر مبادا در یگان بیابان غلطیدی شتر تگم کردی یا ماشینت ویران شد پیش پروردگار دعا و تضرع میکنی همون شتری گم شده را برات پیدا میکنه. یا البته یگان ماشین میگذره که ترا بگیره و همون بلا و آفت خلاصت کنه به شرطی که به خدای تعالی مراجعت کنی. من پیغمبری انمی الله هستم. میگه ابی جرای آب شده که در پیشکش سری در زمان ششته گفت احد الی یا رسول الله. ای حبیبی خدا گفت فرصت غنیمت های یگان نصیحتم کن یا نصیحتکم کن. حضرت همتا در چشمش نگاه کرده پیغمبری خدا است. جامع تمام علوم ظاهر و باطن گفت لا تصبن احد. هیچ کسا دشنام حقارت نکرد. این ابی جرای بسیار امید حقارتچی بوده است. تو شتر و گوسپند گو حقارت میکرد اگه زده میشیده. اما حضرت برای چشمش نگاه کرده گفت لا تصبن احد. هیچ کسا دشنام حقارت نکرد. بیشتر از سرم اصلا همین دشنام دادن و حقارت کردن برای مسلمان زیبنده نیست.
لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که مؤمن طعنه زن نمیشود، مؤمن لعنتگو نمیشود، مؤمن هرگز فاحش نمیشود، قبیحگو نمیشود، مؤمن به شرم و به حیا نمیشود. همین پرده ایمان که درید، بعد انسان دست به همین فحش و فاحشی میزنه. حضرت میگه فما صاببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتی. از همون زمان به بعد میگه دیگه دشنام حقارت بس کردم، نه یک آزادی را، نه یک غلامی را، نه یک شتری را، نه یک گوسپندی را دیگه حقارت نکردم، حقارت بس کردم به همین. ولی همین حقارت در بین و به حد بسیار از برای خدا، بسیار یک کاری ناخوب داریم، ناجا داریم. در تمام ممالک دنیا گمان میکنند که مسلمان ها شیرین زبان هستند. برای که ما وقتی میخونند حدیث های پیغمبر اینقدر تاکید زیاد است. تاریخ پیغمبر وقتی میخونند در حیاتش کسی را آزار نداده است، کسی را دشنام حقارت نکرده است. همین ما را قیاس میکنند با پیغمبرمون و با دین شریعتمون، گمان میکنند که از همین مردم مسلمان در شیرین زبانتر، چربگوتر، بی آزارتر کسی نیست. در صورتی که رفتار و کردار مون نمیدونن، اگر دیر شوخنگ میشه. در یکی از سفرها در امریکا بودیم، همراه همین حاجی بودیم. یا مکتب در مدیر یا دخترک نشان داد، گفت که این همین نصرانی است. نصرانی است، پدر مادرش گرفتیان و وردیان در مکتب اسلامی موندیانش که مقصد آداب و اخلاق با آموزند. در همسایگیش یک عائله مسلمان زندگی میکردند در شهر دالاس. میگه همین مردم شیرین زبان، همون کودککو پدر مادر، پدرجان، مادرجان، تمام همسایه ها را خالجان، عمجان، اکجان و خواهرجان حواس کرده است. همین مردکم میگه دخترکوش گرفت آورد، گفت که همین را تعلیم بتین، اگر چده ایو مسلمان نیستن. گفت ولی میبرم در این مکتبای امریکایی میمونم. من گفت نمیخوام که فرزندای من فکیو یاد بگیرن، میخوام که تا زبانشو شیرین باشه، زبانشو چرب باشه. با دل مگذروندم ولی حقارت دشنامای مردم ما را گوش کنی. مادرو خلاص شده است دیگه، دمی پدرو را گرفتگیان رو پدرو را حقارت میکنن به خونه آمودا. همین کودک در اویله نشأه نمو میگیره. اویله که دشنام حقارت میکنن، اویله که زبان خوب ندارن، اویله که مرد زنش حقارت میکنه، زنک در نبودن شوهر بچه‌هاش پدر لعنت بر جان علت میگه، به یقین بفهمه که اون فرزندان هم خیلی بد زبان میشوند، فحش و بد میشوند. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم کسی که صفاتش میکنه میگه که لم یکون نبی صلی الله علیه و سلم فاحشا ولا متفحشا. حضرت فاحش نبود، فحشگو نبود، هرگز حقارت دشنام نکرده است. وقت پیغمبر برای ما را یه نمونه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. حضرت خداوند میگه که در شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما برای شما را یا الگوی حسنه قرار دادگیم که عبرت بگیری از حضرت. فرزندان را خوب تربیت کنید، چرب زبان، شیرین زبان. این زبان شیرین یا نعمت پروردگار است. باور کنید به خدا، همین هر کسی باشه، همین گیزله هم باشه، اگر همین خوش قوا خطیب دعوا را کنه، خطیش هم شیرین گپ زن خجالت میکشه، خودش ایزا میکشه. ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر بیا هر جا که خواهی. این ادب یک تاج است از نور الله، همون را در سر ما دیگه در پناه امن خدا هستی، به جای میره بره. با ادب رو ادب سپاه بس است، به ادب با هزار کس تنهاست. بعدا حضرت گفت ولا تحقیرن شیئا من المعروف و ان تکلم اخاک و انت منبسط الیه وجهک. گفت یا ابو جری، هیچ وقت کاری خیر اندک گمان نکن. همین کاری خیر هیچ وقت نگو که ولی یه عادت داریم یکون کاری خیر میکنیم خلق میبخشید، زور محمد ترسید، کمی کم ترک است، کمی ما را با جای مول بشمور. او چیزی که ما کم گمان میکنیم به خدا قسم اگر بی ریا باشه، از برای الله باشه،
پیش خداوند قدر و منزلتی داره که همه دنیا او را گنجایش نمیده، در همه دنیا نمیگنجد. هیچ وقت گفت کاری خیره اندک حساب نکن. حتی وقتی که به یک برادرت میگه گپ میزنی همه سری برادر تبسم میکنی که انا همه معروف اید. ذالک من المعروف. این پیش پروردگار قدر قیمت داره. خداوند نعمت‌هایت میکرد، چیزایت میکرد که در حساب نمیآید. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت الایمان بضع و سبعون شعبه. ایمان 70 چند شعبه است. فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. همین ایمان 70 چند شعبه است. گفت از همه بلندترین مرتبه و منزلتش کلمه شهادت است. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و کمترین درجه و منزلتش دور کردن یک چیزی که سبب آزار مسلمانان میشه و قدیره. خوب تنکه باشه، خوب یگون سنگ تیز باشه، خوب خور باشه، همون را وقتی به خاطر آن که یگون انسان پشت نزنه زخمی نشوه یا بالون یگون ماشین نکفه، همون را وقتی گرفتی از راه دور پرتافتی، همه یک گوشه ایمان است. و حضرت گفت والحیاء شعبة من الایمان. انا حیا و شرم خودش هم یک گوشه ایمان است. کسی ایمان داره، کسی انشاءالله حیا داره، ایمان داره. اگر حدیثی دراز است، زیرا اگر ما تا آخرش بگیم شرح بتیم سخن بسیار به درازا میکشه. انشاءالله با دنبال هستن در مجلس. اگر چند صحبت به آخرش نرساندم نیکی گمان میکنم که هم یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چه چراغ پیش کور است. همین چیزی اندک هم که باشه، کم هم که باشه، برای شخصیتی که فراست داره و عقل داره، این نصیحت های پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش یک عالم معنی داره و یک عالم مضمون داره.